دنبال یه دو بیتی خیلی سوزناک و غمناک میگشتم که بتونه گوشه از بدبختی‌های مقام عظما و نظام الهیمون رو به امت همیشه در صحنه برسونه. پیدا نکردم چون هیچ کس به اندازه مقام عظما بدبخت نبوده. پیش خودم گفتم که این چه جستجوی بی حاصلیه، معدن فرهنگ و ادب اینجا نشسته. شرمنده اخلاقتم، اگه شناگر ماهری نبودم همین الان غرق محبتت شده بودم. واقعیت چیه که ما که خودمون چیزی نبودیم، تشویق دوستان ما رو به اینجا رسون. الان دیوان دارم این هوا، بالای 7-8 کیلو شعر دارم. بهت بگم که تو شعرهای بدبختی و عظما هیچ گیرت نمیاد. ولی بیا اینو بخون. این شعر تازه گفتم، زیاد طولش نده، حوصله‌ام ندارم. یه گوشه از بدبختی رو برات شعر کردم. زود بخون تا بدبختی دیگه بهش اضافه نشده. اتم با آب سنگین رفت از دم است، غم سوریه و تحریم هم است. های چه دانی حال من بعد از 2 میلیارد، های کمر در زیر بار غصه بشکم است، بی‌مروت. دکتر این داستان 2 میلیارد رو میشه وارد شد یا ولش کنیم بریم سراغ بدبختی دیگه؟ نه برو سراغ یکی دیگه. این چیه بخوای واردش بشی؟ سوریه چطوره که مقام عظما میخواد بچه مدرسه یا رو هم بفرسته اونجا بجنگه؟ نه اینجا توقف ممنوعه. گاز بده برو سر موضوع بعدی. عراق خوبه؟ نه مثلا تو فرض کن من بگم خوبه، تو خودت عقلت نمیرسه که خوب نیست. از تحریما که بهتره. البته خب همه چی از تحریما بهتره. دعوای حاجی رفسنجانی و حاجی روحانی با مقام عظما چطوره؟ نه تو هم حالی نیست بس که یه حرفایی میزنی ها. آی دکتر شرمندم، تا یه هفته هم هرچی دست بذاری همینه. ازتون خواهش دارم این وضع به هم ریخته مقام عظما رو نگاه کنین. از مقام عظما فقط یه چپیه مونده دور گردنش که با اون چشم و دماغش رو تمیز میکنه. دلتون به حالش نمیسوزه؟ من از شما درخواست میکنم یه موفقیتی، یه پیروزی از نظام بگی که آخه مقام عظما خوشحال بشه. بدبخت یکی یه موفقیت؟ چرا یکی؟ بیشین بغل تا برات 100 تا موفقیت بزرگ بگم اینجا. واقعا شوخی میکنه های دکتر. آره ولی خودت سر شوخی رو باز کردی. روشن شد یا همچی بذارم که فکر کنین نظام تو موفقیت داره سیر میکنه. میرم سراغ همون 2 میلیارد. استراتژی که های دکتر تشریح کنیم چی از داستان؟ چی شو تشریح کنم؟ نکس بالاخره الان که قضیه علنی شده و فهمیدیم پولمون رو توقیف کردن، یه چشم اندازایی باز میشه دیگه، نه؟ باز نگه همینطوری تا برات بگم. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن از بهادر عرض میکردم بله میفهمدن که یه روز زنگ زد برنامه زنده رادیو، گفت من یه کیف پیدا کردم پر پول 50 میلیون پول توشه. گوینده گفت آفرین به شما، میخواین از طریق برنامه ما به صاحب کیف پیام بدید؟ یارو گفت نه میخوام یه آهنگ خیلی خیلی غمگین برای صاحبش پخش بکنی. یعنی چی آیه دکتر؟ یعنی همین ترانه که اول برنامه خوندی این به خاطر همین بود. آیه دکتر هنوز برجام به فرجام نرسیده این داستانه جدید که توی آمریکا رو شده و پولشویی نظام و مواد مخدر و حزب الله و اینا رو علم کردن چقدر باید بتازیم؟ چقدر برای نظام وزن داره؟ تو کلا اینو بدون که هیچ تحقیقاتی هیچ وقت برای نظام آخر عاقبت نداشته نداره. هر تحقیقاتی مایه ترس و لرزه. برو برای خودت بلرز. آره دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن به بهادر عرض میکردم بله میفهموندن که مسافره میخواست به راننده تاکسی بگه نگهدار، طرف نمیشنید، آروم زد رو شونش، یهو راننده جیغ زد فرمون گرفت از جدول رفت بالا، داشت چپ میکرد تو پیاده رو جلوی مغازه واشی وایساد. راننده گفت کشتی منو از ترس. مسافره گفت من نمیدونستم یه ضربه کوچولو اینقدر شما رو میترسونه. راننده گفت تقصیر تو نیست، امروز اولین روزه که رانندگی تاکسی میکنم، 25 سال راننده نشکش بودم. روشن شد یه همچی بذارم که فکر کنی مرده زنده شده از پشت زده رو کولت. آیه دکتر چرا تلاشای دیپلماتیکمون جواب نمیده؟ ظریف میره یه هفته به بهانه کنفرانس آب و هوا پشت اتاق جانگیری چادر میزنه،
از این طرف هم این یکی مهمون رو راه ننداختیم بعدی رو دعوت میکنیم ولی همه این تلاش دیپلماتیک به جایی نمیرسه. اینا رو بهش نمیگن تلاش دیپلماتیک، پسکی رفتن که دیگه تلاش نمیخواد که پوزشن بدیم. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهموندن که مشنگه داشت با ماشین آموزشگاه رانندگی دنده عقب میرفت، سرعتش که زیاد شد از مربی پرسید حالا بذارم دنده 2 عقب. دنده عقب استعفاشو نوشته گذاشته رو کاپوت، روشن شد یا بذارم تو دنده 2 یه هول کوچیک تا روشن شی. ولی آیه دکتر یه مقدار کمبود شم دیپلماتیک هم هست. مثلا مقام عظما جلو نخست وزیر ایتالیا حاجی روحانی رو ضایع کرد، سنگ رو یخش کرد. مگه نباید جلو خارجی ها هواشو داشته باشه؟ هوا رو داشتن پیشکش، گوششو نجا جلو خارجی ها. فعلا مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که یارو اومد خودشو برای باباش لوس کنه. گفت اون موقع که بچه بودم اگه گم میشدم چه کار میکردی؟ بابای گفت هیچی، اگه عقل الان داشتم خونه رو عوض میکردم که دیگه پیدا نشی. روشن شد یا چه بذارم که آدرس رو عوض کنی. آیه دکتر این همه مقدمه چیدم که بگم بیان دیپلماتیک باید قشنگ و منطقی باشه تا مسئله حل بشه. من خودم دیپلماتم. یعنی میخوای بگی دیپلم گرفتی بعد مات موندی که چه کار کنی دیپلمات؟ ولی دیپلم هم نتونستی بگیری من خبر دارم. دکتر بحثم جدیه، خواهش میکنم. استعداد دیپلماتیک من ناشناخته مونده چون اهل ادعا نیستم. اینا کله پاچه که چوب بی ادعاییشو داره میخوره. اگه یه اسم بگیره میگفت من غذای ایتالیایی ام اسمش میشد کالپاچینو، خوردنش هم خیلی کلاس داشت. دکتر خواهش میکنم یه لحظه بشین کنار دست، من فرمونو بگیرم با یه بحث منطقی 5 به اضافه 1 رو قانع بکنم. 2 به اضافه 2 هم نمیتونی بکنی. ای 5 به اضافه 1. ما نظامی داریم که شهردارش چماق داره، مداحش کلت داره، فیلمسازش TNT داره. اون وقت میخوای مقام عظما و ولی فقیهش به کمتر از بمب اتم راضی بشه؟ وجداناً خودتون خجالت نمیکشید؟ الان موقع زدن این حرف نیست. قلب عراق گرفتیم سیمان کردیم، آبسنگی را فروختیم به تومنی 10 یه پولی که براش خرج کردیم. اورانیوم هم که با دست خودمون بار زدیم فرستادیم رفت. سانتریفوژمون هم کردیم ماشین آبی بگیری و ماشین لباسشویی. تو نچه با این وقت شناسید تو بحث استراتژیکی. دکتر من دارم کار نکرده تو رو میکنم. میگی مقام عظما بمب نمیخواد، پس مشنگ بود 18 سال پولامون رو ریخ پای این کار. نه که تو داری بهش میگی مشنگ بود با همه دنیا. آخه این چه کاری است که تو با این مقام عظما میکنی؟ تو اگر بهش یاد میدادی که کار بکنه دیپلماتیک کار بکنه اینطوری نظام بکنه بس وقتی نمیشه.